میکنه اشتنباخ آلمانی دارای چند نودل گوشت، سبزیجات و حالت دستی هستش که دارای تیغ‌های طلایی از جنس تیتانیوم و کاسه پیرکس. و الان شروع میکنیم به صورت نودل، حالت نودلش، حالت الان دستی هستش. این حالت نودل، حالت گوشت، سبزیجات و حالت دستی. بعد استارت میکنیم، شروع به خرد کردن میکنه. این حالت نودل. یکی رو استارت میکنیم، شروع میکنه حالت نودل. و این حالت نودل بود، دارای 2 سال گارانتی و کاسه 3 لیتری و دارای تیغ‌های اضافه. و این هم تیغ‌های سبزیجات می باشد. لوازم خانگی رزاقی در خدمت شما هست.